بسم الله الرحمن الرحیم. سرخط خبرها. صحبت تلفنی مولوی امیرخان متقی با وزیر امور خارجه امارات متحده عربی. سفر معین وزارت فایده‌نامه به ولایت هرات و بررسی روند اجرایی پروژه‌های ترانسپورتی به ویژه خط آهن در این ولایت. و اعتراضات شهروندان آمریکایی به سیاست‌های نادرست دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور. سلام و وقت شما بخیر. به خبرهای امروز از اداره تحقیقاتی و نشراتی اوروج خوش آمدید. امروز یکشنبه 9 ماه حمل سال روان هجری خورشیدی است. من عزیز هستم و مشروع خبرها مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه در یک تماس تلفنی با شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات متحده عربی پیرامون رابط دو جانبه، مسائل میان افغانستان و آمریکا، اوضاع منطقه‌ای و آخرین تحولات میان افغانستان و پاکستان گفتگو کرد. وزارت امور خارجه میگوید که مولوی امیرخان متقی در این تماس تلفنی ضمن قدردانی از وزیر امور خارجه امارات متحده عربی به خاطر میانجیگری موفق در موضوع آزادی یک زندانی آمریکایی در افغانستان آمادگی خود را برای حل کامل سایر موضوعات از طریق روابط دو جانبه ابراز کرد. محمد اسحاق صاحبزاده معین وزارت فایده‌نامه در سفرش به ولایت هرات با شیخ مولانا اسلامجار والی هرات دیدار و پیرامون روند اجرایی پروژه‌های ترانسپورتی به ویژه خطوط آهن در هرات گفتگو نمود. در این دیدار معین وزارت فایده‌نامه با اشاره به پیشرفت‌ها در عرصه خطوط آهن در ولایت هرات اظهار داشت که طی ماه‌های اخیر دستاوردهای قابل ملاحظه‌ای در این بخش به دست آمده است و هرات را قلب و قطب اقتصادی افغانستان خواند و تاکید کرد که این وزارت به توسعه و پیشرفت پروژه‌های زیربنایی در هرات توجه ویژه‌ای دارد تا از ظرفیت‌های موجود به گونه مؤثر استفاده صورت گیرد. وزارت صنعت و تجارت میگوید که در کنفرانس تواصل و نشست‌های تجاری میان اعضای سکتور خصوصی افغانستان و ازبکستان توافقنامه‌های همکاری به ارزش 514.80 میلیون دلار در بخش‌های مختلف به امضا رسید. این بخش‌ها شامل ایجاد فابریکه جوجه مرغ در افغانستان، واردات و صادرات سمنت و زغال سنگ، آسفالت، صادرات میوه خشک، سبزیجات، واردات روغن، تیل پترول، قیر، مس، مواد غذایی، صادرات نوشابه‌های غیرالکلی، خدمات ورزشی و تولید مرغ می باشند. و در واپسین خبر این که صدها هزار نفر در تمامی ایالت‌های آمریکا علیه سیاست‌های نادرست دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور اعتراضات گسترده‌ای را آغاز کردند. معترضان با شعار نه به پادشاه که بیانگر مخالفت با استبداد است با ترامپ به خاطر آغاز جنگ علیه ایران، اخراج مهاجران و شمار دیگر از سیاست‌های نادرست و استبدادی وی مخالفت خود را اعلام کردند. سازمان دهندگان این اعتراضات میگویند که بیش از 3200 گردهمایی را در تمامی ایالت‌های آمریکا برای این هدف برنامه‌ریزی کرده‌اند. ممنون از توجهتان. سایر به صفحات اجتماعی ما در تلگرام، واتساپ و ایکس بزنید. از مهمترین‌های افغانستان، منطقه و جهان نیز آگاه شوید.